Hi, I'm Delphin and welcome back to my interesting English course. Let's get started. Who wants to be first? بچه‌ها یک روش فوق‌العاده بی‌نظیر آوردم براتون که اگه از این 3 قدم پیروی کنید 3 مرحله رو توی مکالماتتون به کار ببرید 100% میتونید که جملات انگلیسی رو چنج کنید به فارسی و یا فارسی رو چنج کنید به انگلیسی. این 3 مرحله چی هن؟ فقط باید این 3 مرحله رو توی ذهن مرور کنید. قدم اول چیه؟ تک تک کلمات انگلیسی جمله‌ای که پیش روت هست رو به انگلیسی چنج کن. 2. به زمان فعلت دقت کن و سعی کن فعلتو با اون زمانی که تو جملت اومده چنج کنی و تغییرات بدی. 3. طبق فرمول سوم یعنی فاعل به اضافه فعل و به اضافه باقی جمله شروع میکنی کلمات انگلیسی که به دست آوردی رو کنار هم چینش میکنی و تمام. بچه از مامان سوال میپرسه مامان وقت داری بریم چنج کنیم این جمله رو به انگلیسی. مامان میشه چی؟ میشه مامی. اوکی؟ خب وقت داری یک اصطلاحه. خب به چند حالت میشه گفتش. میشه گفت بگیم do you have time، اینو میشه گفت. اما برای اینکه ما به صورت روان و خیلی مسلط حرف بزنیم سعی میکنیم در لابلای جملاتمون هم اصطلاحات روزمره انگلیسی هم بگیم. خب وقت داشتن به انگلیسی میشه وقت داری میشه are you free. این یه اصطلاحه. مامان که خودش شد مامی، درسته؟ وقت داری میشه are you free. سعی کن این جمله رو یاد بگی. are you free. مامانی به پسر بچه یا دختر بچه جواب میده آره پسرم، آره دخترم، وقتم آزاده. بله وقتم آزاده. چنجش کنیم به انگلیسی. بله میشه چی؟ میشه yes. این خیلی واضحه، درسته؟ وقتم آزاده این یک اصطلاحه. ما نمیخوایم اینجوری با کلمه به کلمه اینجا توضیح بدیم. اصطلاحات رو باید سعی کنید یاد بگیرید. وقتم آزاده یعنی من وقتم آزاده، درسته؟ پس میشه من هستم آزاد دیگه. I am free. I am free. Yes, I'm free. بله وقتم آزاده. برای یا دختره به مامانش میگه میتونی کمکم کنی؟ بریم چنج کنیم انگلیسی. میتونی میشه چی؟ یعنی تو میتونی، درسته؟ خب تونستن میشه can، درسته؟ حالت سوالی هم هست. تو میتونی میشه can you یعنی تو میتونی. اوکی. کمکم کنی میشه چی؟ کمک کردن میشه help. کمکم کنی یعنی به من کمک کنی. help me. Can you help me؟ میتونی کمکم کنی؟ پاسخ میده برای چی؟ برای میشه چی؟ میشه for، درسته؟ چه هم میشه what. اوکی؟ for what برای چی؟ مامانش پرسید for what برای چی؟ پسره یا دختره میگه انجام تکالیفم. انجام دادن میشه چی؟ میشه do، درسته؟ اینجا اوکیه؟ تکالیفم یعنی تکالیف من. مال من میشه چی؟ میشه my، درسته؟ تکالیف میشه چی؟ homework. اوکی؟ homework. do my homework. انجام تکالیفم. انجام دادن تکالیفم. اوکی؟ مامانش جواب میده نه عزیزم من باید برم بانک. نه من مجبورم برم بانک. نه میشه چی؟ میشه no. اولین کاری که انجام میدیم گفتیم تک تک کلمات رو باید برگردونیم انگلیسی. همینجوری رو همه رو بنویسیم. نه میشه چی؟ میشه no. من میشه I. باید میشه have to. باید میشه have to. مجبور بودن باید. بروم میشه go. بانک هم میشه bank. این تا اینجا اوکی. مرحله دوم اینه که طبق ساختار فاعل به اضافه فعل به اضافه باقی جمله این کلمات رو اصلاح کنیم. فاعل ما چیه؟ فاعل ما I. No I. فعل ما have to. No I have to go به بانک. To the bank. اوکی. جمله رو به انگلیسی بگو. من باید برم سر کار. این کاری که میکنی تک تک کلمات به انگلیسی برمیگردونی. من میشه چی؟ میشه I. خب باید میشه چی؟ have to. باید مجبور بودن. بروم میشه go. سر کارم میشه to the work. اوکی؟ حالا همین جمله رو بر اساس ساختاری که از قبل بهتون یاد دادم بعد چینش کنید. شروع کنید به چینش. میشه
فاعل میشه I، فعل ما میشه have to. I have to go. من باید بروم to the work. I have to go to the work. این جمله رو به انگلیسی برگردونیم. تو واسه یک هفته مرخصی هستی. تو میشه چی؟ You. اوکی. واسه میشه for. برای. یک هفته میشه a week. A week. اوکی. مرخصی هستی یک اصطلاحه. میتونی بگی چی؟ You are off. مرخصی میشه off. هستی هم میشه are. اوکی. حالا همین are off. حالا همین جمله رو هم سربندی کنیم. میشه چی؟ You are off for a week. این جمله رو به انگلیسی بگو. مدارس 2 هفته تعطیلن. مدارس میشه چی؟ میشه schools. school میشه مدرسه. مدارس جمع میشه schools. اوکی؟ 2 هفته میشه 2 week. جمع هم هست اس جمع میگیره 2 weeks. اوکی؟ تعطیل اندش میشه هستند دیگه. میشه are یعنی هستند. تعطیل هم میشه چی؟ off. اوکی؟ حالا همین جمله رو به انگلیسی کامل میتونیم چینش کنیم. مدارس 2 هفته تعطیلند. Schools are off for 2 weeks. اوکی؟ Schools are off for 2 weeks. این جمله رو به انگلیسی بگو. تو مجبور نیستی زود بیدار بشی. تو آفی. مجبور نیستی میشه چی؟ مجبور بودن میشه have to. نیستی که پسوند منفیه پس don't میاد. Don't have to. مجبور نبودن. زود میشه چی؟ زود میشه early. اوکی؟ بیدار شدن میشه چی؟ get up. اوکی؟ تو هم میشه چی؟ میشه you. off میشه off. آفی یعنی آف هستی. هستن هم میشه چی؟ میشه are. اوکی؟ حالا همین جملات به هم ریخته رو بر اساس ساختاری که بهتون گفتم کنار هم چینش کنید. تو مجبور نیستی زود بیدار بشی. یعنی تو مجبور نیستی زود بیدار بشی. تو میشه you. درسته؟ You don't have to. تو مجبور نیستی میشه you don't have to. تو مجبور نیستی که زود بیدار بشی. بیدار شدن میشه get up. زود هم میشه early. اوکی؟ حالا میگه تو آفی. You are off. اوکی؟ این جمله رو به انگلیسی بگو. توی اتاقم نیا. اول در بزن. اولین کاری که میکنیم تک تک این کلمات رو به انگلیسی برمیگردونیم. اتاقم. توی اتاقم نیا. درسته؟ اومدن میشه چی؟ میشه come. درسته؟ خب گفته نیا منفیه میشه don't come. اوکیه؟ خب اتاقم یعنی اتاق من. مال من میشه چی؟ my. اتاق میشه چی؟ room. اوکی؟ این تا اینجا اوکیه؟ خب توی اتاقم نیا یعنی نیا به سمت اتاقم. دیگه این توی در بین این کلمات معناش محفوظه. میشه don't come to my room. توی اتاقم یعنی به سمت اتاقم. to هم یعنی به سمت. اوکی؟ اول در بزن. اول میشه چی؟ first. میشه first. اوکی؟ در زدن میشه چی؟ میشه knock. اوکی؟ knock the door. در میشه چی؟ در زدن میشه the door. اوکی؟ حالا کل جمله. Don't come to my room. First knock the door. یا میتونی بگی knock the door first.